میدونست که من چقدر استرسی میشم شبا، فکر و خیال بد فقط به جاش میاد پیشم شبا. هر روز باهاش حرف میزدم، میتونست عادتم نده. دل واپسی و استرس اون میدونست واسم بده. چطور میتونه که منو ول کنه تو دل واپسی؟ چند روز نپرسه حالی از این آدم استرسی. مگه میشه رفته باشه واسه میشه؟ یعنی یکی بهتر از من تو زندگیشه. اگه من دیوونشم تقصیر من نیست که، کاش یه بار به جای من اون استرسیشه. ببینم باز بی خبر میگه خدا حافظ. نمیتونه، نمیشه. مگه میشه که دلش تنگ نشه یک بارم، یا ندونه شب بیداریاشو بیدارم؟ مگه میشه سیبم نداشته از اول؟ نه نمیشه، من پیاماشو هنوز دارم. میشه از یادم بره واسه یه میشه. نه نمیتونم، نمیشه. به هیچ کسی چیزی نگفت، پیغامی هم برام نذاشت. کجا بودش، چی کار میکرد که زنگ من رو بر نداشت؟ از اولش میترسیدم یه روزی از دستم بره. اون از این عادتا نداشت بدون من جای بره. یه روز میفهمه حالمو، یه روز به حرفم میرسه. اونی که آرومش میکرد خودش پر از استرسه. مگه میشه رفته باشه واسه میشه؟ یعنی یکی بهتر از من تو زندگیشه. اگه من دیوونشم تقصیر من نیست که، کاش یه بار به جای من اون استرسیشه. ببینم باز بی خبر میگه خدا حافظ. نمیتونه، نمیشه. مگه میشه که دلش تنگ نشه یک بارم، یا ندونه شب بیداریاشو بیدارم؟ مگه میشه سیبم نداشته از اول؟ نه نمیشه، من پیاماشو